سلام رفقا، تو این ویدیو اومدیم یه آموزش مدل بازکات رو براتون اجرا کنیم. امیدوارم که لذت ببرید و دوست داشته باشید. ابتدا میایم روی سر رو با شونه 25 یا 20 میل، هر اندازه‌ای که دوست داشته باشید میزنیم. کامل چند بار ماشین رو رفت و برگشت اجرا میکنید تا همه موها کامل زده بشه. مرحله بعدی تخلیه کردن موه. با شونه 10 میل حالت پرتابی حرکت کتف آرنج دور مو رو کامل تخلیه میکنیم. در این مرحله لاین سفید فیدمون رو مشخص میکنیم با 0 کلیپر. همونطور که داخل ویدیو مشاهده میکنید حرکت موچ رو داریم. کتف آرنج دیگه کارایی نداره تو این قسمت. تو این مرحله با تریمر سفیدی فیدمون رو شفافتر میکنیم و خط بندیمون رو مشخص میکنیم. خطای شقیقه رو در میاریم. در این مرحله با گارد باز ماشین یک لاین 1 سانتی بالای خط صفرمون میندازیم. همونطور که داخل کلیپ مشاهده میکنید با حرکت پرتابی این کار رو انجام میدیم. بعد که با حرکت پرتابی لاینمون رو مشخص کردیم میایم یک بار دیگه با همون گارد باز دوباره همونجا رو میزنیم که قشنگ همه موها زده بشه. گارد ماشین رو کامل میبندیم و لاین صفرمون رو مجدد میزنیم. یه 25 صدم گارد به ماشین میدیم و بالای خط صفرمون رو با کورنل ماشین محو میکنیم. مجددا دوباره یک 25 صدم که میشه نیم گارد باز با کورنل ماشین بالاترش رو شروع به محو کردن میکنیم. توجه داشته باشید که برای محو کردن خطوط فقط با کورنل ماشین کار کنید.
دوباره مجددا یه 25 صدم گارد که میشه 75 صدم. دوباره بالاتر رو با کرنل ماشین شروع به محو کردن میکنیم. برای فید کردن ریش ها هم به همون ترتیب که برای فید مو استفاده کردیم استفاده میکنیم. ابتدا گارد باز ماشین، بعد گارد ماشین رو کامل میبندید، با کرنل ماشین توجه داشته باشید کارد کنید روی ریش ها، بعد یه 25 صدم گارد، دوباره یه 25 صدم و مجددا یک 25 صدم گارد. در این مرحله شانه 3 میل گارد باز ماشین با حرکت پرتابی یک لاین 2 سانتی بالای موها میندازیم. اینقدر رفت و برگشت تکرار میکنیم تا همه موها زده بشه. بعد گارد ماشین رو کامل میبندیم و شروع میکنیم به محو کردن خطوط پایین. بعد گارد ماشین رو نیم باز میکنیم، خط بین 3 میل و 3 میل گارد باز رو شروع میکنیم به محو کردن. با کرنل ماشین محو کنید خیلی راحت تر هستید و قشنگتر کارتون در میاد. برای فید ریشه ها مجددا مثل فید موها همون مراحل رو تکرار میکنیم. در این مرحله شانه 1.5 میل گارد بسته، خطی که بین گارد باز ماشین و شانه 3 میل افتاده رو با کرنل ماشین شروع به محو کردن میکنیم و حالت پرتابی توجه داشته باشید. حالت پرتابی این کار انجام بدید. اینجا یه 25 صدم گارد میدیم که اگه خطی چیزی افتاده باشه، لکه چیزی مونده باشه، محوش میکنیم با کرنل ماشین. در این مرحله شانه 4.5 میل گارد باز حالت پرتابی بالای فیدمون رو شروع میکنیم به زدن. و بعد گارد ماشین کامل میبندیم، خط پایین رو شروع میکنیم به زدن. برای ریش ها باز هم همون مراحل رو تکرار میکنیم و مجددا شانه 3 میل میذاریم گارد باز، لکه چیزی مونده باشه با کرنل ماشین شروع به محو کردن میکنیم.
در این مرحله با قیچی پیتاژ و شانه پله بالا رو شروع میکنیم به زدن. توجه داشته باشید زیاد این کار رو تکرار نکنید که فیدتون بد میشه. و بعد با قیچی پیتاژ شروع میکنیم به لکه گیری. در این مرحله با شونه و ماشین بالا فید رو میزنیم که یه حالت مخملی به فیدمون بده و فیدمون جذاب‌تر بشه. میخوایم یه سبیل ترکی واسه دوستمون اجرا کنیم. اول کامل سبیل ها رو شانه کنید یا سشوار هم زدید که بهتر، و بعد وسط سبیل رو یه حالت هشتی اول اجرا میکنید و بعد سبیل ها رو بقیه سبیل ها رو با اون حالت هشتی مچ میکنید. این هم از پایان مدل بازکات ما. امیدوارم که بهره و لذت کافی رو برده باشید. با لایکتون و فالو کردن ما رو حمایت کنید. دوستتون دارم. خداحافظ.